تو را اگه همیطور میکرد چطور میبود؟ در خانه مسلمانی ما همیطور است. بچه پیدا میشه تفنگاه فیر میشه، خیرت است. در خانه فلانی بچه پیدا، خصوصا که یک چند دختر پی در پی آمده باشه، اوهو باز سعی میکنه که خاله و عمه و همشیره و دختری کاکا و بچه کاکا جمع شده دایره را گرفته رقص میکنه که بچه پیدا شده. دختر بیچاره که پیدا میشه 3 ماه هم کسی همسایه خبر نمیشه. یک وقت صدا را میشنوه، یک صدای طفل میاد، ولی یک دخترک پیدا شده. تو مسلمان هستی. الله اکبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم، امامه رضی الله عنها دختر زینب است، در مسجد می سری گردن خود پیغمبر بالا میکنه پستا میکنه. و می عربی که تا دین روز سخت دل داشتن و همی قدر نفرت داشتن برای از او مانمود میکنه که یا اینی قدر قابل ترحم است. در مورد هیچ کسی طور حدیث نامده. پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ من عال جاریتین، کسی که سرپرستی 2 دختر میکنه و تعلیم میده تربیه میکنه تا که در مقصدشان میرسه. انا و چیسته هازا که هاتین، مو ای کافلی اینمی 2 دختر به مثل 2 انگشت مست در جنت. عجیب است. در مورد در وطن ما مادر خودش، اینمی مادری که خودش زن است، رفتار دوگانگی با اولاد خود داره. با بچه مالته میده، با دختر نی. با بچه تخم پخته میکنه، با دختر نی. با بچه کالای ده هر عید و ده هر خوشحالی کالای جدید، اما دختر لیلامی پوش است. خودی همی مادر همی کارا را میکنه. اینمی یه عقیده نیست، قرآن ننشسته یا نمیفهم ارزش ازیره که دختر چی امتیازی داره. بله او زمانی بود. قرآن خود میگه یتوارا من القوم، میپوشانه خود از قوم، من سوء ما بشر به، از ننگ و شرم آن چیزی که برش خبر داده شده. ایمسکه، بعد از این فکر میکنه که نگاه کنه همی دختر علاهون بسیار به ذلت، ام یدسه فی التراب، یا ایره زنده به گور کنه، در گور تیله کنه. در این فکر و نظر است. چرا اینطور اساسیت داشتن قطعی دخترها؟ اصلی نشأتی از یک جنگ شده بود در بین امی مشرکین مکه، مشرکین عربستان در مکه. قوم قبیله دخترها و زنای دیگه قوم قبیله را به اسارت برده بودن. بعد از خیلی اوقات که جنگ آرام شد، صلح شد، یک تعداد دخترها اوجا باقی ماندن، شوهر گرفت و پس نامدن. این دختر که پس نامد برای از یاد تانه داده شد که دخترید اونه. عالم مردم همینطور میگه اگر بر رضامندی دختر یک شوهر خوش میکنه با وصفی که اجازه است پدر میخواه که اینی بچه خوب است، متدین است، عالم است، بس همیشه امی مادر برش میگه خودشو یک. نه چی بکنه؟ او سرنوشت خود تعیین میکنه، زندگی خود فکر میکنه، او مادر او پدر. شما باور به الله بکنه این رسوماتی که امروز در خانواده و در دیاری ما دیده میشه هوب به هوب با اونمو رسم و رواجی کیست زمان جاهلیت هیچ تفاوتی نداره. زن واقعا محکوم است. دختر حق نداره انتخاب بکنه. دختر چی میکنی؟ بچه هم حق نداره در اینجا. بچه چیغ میزنه ای دختر رو نمیگیرم، بس پدر و مادر است. چرا نمیگیری؟ باید بگیری. تعجب است. آخر در کدام طرف هدایات و تعلیمات اسلام مطالعه بکنی، خیر و برکت در کدام امر می باشه، با کدام سیستم، با کدام قانون ما یقینا برکت در جامعه ما میاد، در خانواده ما میاد، در خانه ما میاد، کدام رقم میاد. یک دفعه مراجعه به دین بکنی. عمره تیر شد، سالها تیر شد، و جز از اینمی خشونت، اینمی سرکوبی، اینمی زشتی، اینمی نعوذ بالله سخت روی دیگه کار نکردیم. در کجا؟ آخر خب به قرآن عقیده داریم یا نه؟ یا ایست که قرآن یک حکمش قبول داریم دیگه شنی؟ افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. تمام راه دوگانه را ما در پیش گرفتیم در تمام مسائل. کدامی که موافق طبیعت ما بودوره استدلال از شریعت میکنیم، پیش روی خود میگیریم که این شریعت اینطور میگه. زمانی که ملامت میشیم با شریعت در زبان ما نمیاد، باز نمیریم. ایمان چی را میگه؟ ما ایران به ایمان داریم که ایمان چی را میگه. امروز هم همونطور حالت است. بله 2 روزان بود. قرآن کریم اینجا ذکر میکنه، در حدیث میاد یک شخصی آمد پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ایمان آورده بود، صحابی بود. به رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه، میگه یا رسول الله ما بسیار جنایت بزرگ کردیم، آیا الله ما مغفرت میکنه؟ پیغمبر علیه السلام برش میگه بله. گفت چطور جنایت بزرگ کرده؟ گفت یا رسول الله زمان ما سیاسرم حامله بود، رفتم در سفر،
یک وقتی پس گشتم که 3-4 سال تیر شده بود، دختری پیدا شده بود خانه ما. زمانی که پس آمدم از زن پرسان کردم دختری کیسته؟ گفت کی دختری همسایه است. پټ کرد، پنهان کرد از ما. لیکن دیدم که در خانه همسایه نرفت، شو همیجا باقی ماند. گفت شو سرم تیر نمیشد. باز زن گفتم که دختر است کیسته؟ گفت مرا گفت که این خود دختره که توست، تو کی رفتی؟ من حامله بودم، اینم اولادت است. گفت شب سرم تیر، یک دفعه بیدار میشدم و یک دفعه چیسته خواب میرفتم. در تلاش ازی بودم که ایره چه قسم گم کنم، این خود برای من ننگ است، عار است. گفت صبحکی دختره که قطی خود از خویش همیتور بیدار کردم، خستاندمش از بغل مادرش و بردم در یک درختای خرما، در قد جنگل درختای خرما. این دختره قطمه روان است. اوجا قبرکنی را شروع کردم. در قبر کمک همی دختره قطمه میکند، قبر قطمه میکند. یک وقتی قبر خیلی چقور شد، دختره که انداختم در قبر، توسط دست چپ او را پچک گرفته بودم خاکه. او همی بابا جان گفته صدا میکرد که چی میکنی سر ما؟ و من خاک چپه کرده روی بودم. گفت تا این اندازه که خاک در ریشم رفته بود، او قطع دست خود ریش مرا تکان داد و من ایرا دیگم در گور تا که در روی بودم. گفت دیدم که پیامبر صلی الله علیه وسلم از دیده مبارکش اشکاری. بعد از برم گفت که اگر رحمت الله سبقت نمیکرد سری غضبش، یقینا تو مستحق جزای سخت بودی. خواهر گرامی بدان که حالت تو چی رقم بود و کدام حالت رسیدی و چی حالت بود. و اذا الموءودة سئلت، قرآن میگه در آن وقتی که از دخترک پرسان شوه که زنده به گور شده که چه جرم داشتی که پدر و مادر. این عمل عادی نیست، قتل خودش جنایت است. کشتن یک انسان، یک حیوان انسان کشته نمیتونه، ذبح نمیتونه. ترحم و شفقت این را وادار میسازه، بس انسان هاست که نمیتونه میره. انسان کشتن امر خیلی وحشتناک است. باز جگر گوشه و توتی تو. اولادی که همیشه لذت میبری به یک بوسی از او را چه قسم شده میتونه که او را زنده در گور دفن بکنی. قساوت قلبی به این مقدار، وحشت به این مقدار، به کدام اندازه حالات خراب بود. بله، قدر دین اسلام امو عرب میدانست که نمیتور حالت ها سرش تیر شده بود، نمیتور قساوت های قلبی و جنایت های بزرگ تیر شده بود. اسلام وا قدرش هم شناختن که اسلام کدام نظام و دین است، به ما چی قدر داره. به ما اسلام نعوذ بالله برابر یک لباس ما نیست. لباس را هیچ جا نمیخوایم که لکه دار شود، داغ پیدا کنه، نعوذ بالله چټل شود، مردم سرش خنده کنه. اما اسلام ما نعوذ بالله ارزش لباس هم به ما نداره. هر نوع لکه ها را به اسلام پیوندیم. ما اسلام حتی در تلاش نشدیم که جستجو کنیم که اسلام کدام دین است. اون حالت ماست. این قرآن کتاب قصه نیست، این برای ما واقعیت ها را بیان میکنه، واقعیت های عینی است. امروز بچه‌شون مشاهده میکنه. هیچ بعیدی نیست که کدام مادر میاد پیش دکتر و طفل خود سقط میکنه. همونطور نیست. پیدا شده نعوذ بالله در زباله‌دانی ها نه انداخته. خروج قیامت سوال کرده میشه. و اذا الموءودة سئلت، نه او روز یک نفر، یک پدر، یک مادر در جنایت بود. امروز بسته فامیل در جنایت است. دخترش زنا کرده، مشوره میکنه، دکتر، پرسونل شفاخانه کلگی آگاست، خیش و اقارب کلگی آگاست، کلگی مشوره میده که بله این نام بدیست، شرم است از بین ببره. کلگی در قتل شریک است. این را بدانه، نکنه که اسلام کدام محدودیت براتان گذاشته، کدام راز براتان نهاده که دختر نگذاره که عیاشی کنه، فحاشی کنه، در جای بیجا بیاره. تیر از همون پهنتونش، تیر از همون پهنتون که همین دختر بیخی نابغه بگرده، امو بیخی دکتری ورزیده بگرده خدمت بکنه. اما نکو که نعوذ بالله تو در کدام جنایت شامل میشی. این روزگارا را من دیدم و من میفهمم که چقدر زنگا برم زده میشه برای توی کردنش، برای اولادش. به چی گپا؟ شما این حالات کابل خبردار نیستی چی جنایت ها در این تیر میشه. بعد ده ها جوان در شب توی برم زنگ میزنه، مراجعه میکنه، گریان میکنه بیچاره. دختر امو رقم نکنه، فحاشی را نده، موقع نده. این جنایت مدین روز در نماز جمعه گفتم که دروازه بیدینی دموکراسی است و اینجا باز شده.
اگر ما هوشیار نشویم، اگر ما بیدار نشویم، در کام امی بیدینی فرو میریم. همون رسوایی ها نصیب ما میشه. باز نکنی بیدار شوی، هوشیار شوی. این دنیای کفر اینقدر دلسوز نیست که برای ما بیایه امن برای ما بیاره، برای ما پیسه و پول بده مفت برای تو تعمیر کنه، وطن تو را، سرکی تو را جور کنه، کلینیک و مکتب برات جور کنه. به الله قسم تا که از این منفعت بالا نکنه و اینجا گوشی از تخریب اسلام نبینه، اگر یک روپی خودم سری تو مصرف بکنه دیگه. خواهر گرامی، ارزش اسلام باید بدانی که الله متعال رد میکنه. اسلام این پدیده ای که توی امروز یا این خشونت و سختی که امروز از خاندان و شوهر و پدر و برادر تو میبینی، این ثمره اسلام نیست، این ثمره جهالت هست، این ثمره نادانی است. این مردم به قرآن ننشستند، به دین ننشستند، حدیث پیامبر نشنیدند. اونمو رواجا، امو عنعنی نعوذ بالله جاهلیت تعالی را حکومت میکنه. از او خاطر تو در مورد ظلم بیدادی قرار گرفته ای. از امو خاطر از همه کده تو تلاش بکو برای تنویر ذهن مردم، برای فراگیری علم قرآن و حدیث. خواهر ما که برای تو، برای برادران موتر نگرفتیم، برای تو گرفتیم. تو باید ارزشی تا بدانی برای چی گرفتیم. برای همین مقصد گرفتیم که روز فرا برسه که وطن بالکل شگوفا باشه، اولادی وطن بالکل عالم باشه. همین تو مادر هستی، اولاد اول شاگردای توست، اول زیر تربیت تو قرار داره. اینمی وطن مامورش، آمرش، مدیرش، کلش اولادی تو مادر است. اما مادری که مادر باشه، مادری که با قرآن زندگی بکنه، مادری که قرآن فهمیده، مادری که اینه پشت ریاضی و انگلیسی تمام روز گشتک دویده رایستی، اما با ترجمه قرآن موتر در پیش خانت آمده نه آمده ای. ایرا بدانی که پیش الله رفته نیستی، به الله جواب داده نیستی. ایرا باید بدانی، این قدر و منزلت بشناسی. از او خاطر ما زیاد تاکید سری خواهرها دارم که اون خواهرها نعمت الله را شکر گزاری کنی. این نعمت بزرگ است. اینجا وقتی تا نده تلفن تیر نکنه، با مجردی که آمدی تلفن تا بند کن. قطع هیچ کس ولو که نامزادت است قطعش سخن نگو. این موقع درس و تعلیم است. نکو وقتی تا ضایع نکو. این موقع است یک دفعه برات میاثر شده، قرآن به معنا و مفهومش بدان، صبا روز به اولاد ترجمه کو، به کسی دیگری نه. شام خفتن کشیشتی گفت اولاد شور خوردن نمیتونه، یک آیت ترجمه میکنیم صبا از پیشتان پرسان میکن. منظوری ما همیسته که مادرها تربیه شوه، مادر تربیه شوه، همه نسل انسانی مکمل تربیه میشه، مکمل. ولی افسوس است که جنایتکارا بازم اینمی طور توطیه چینی کرده رو ایستاده مقابل. کدام گپاست که یا نمیزنه. یتوارا من القوم، میپوشاند خود از قوم، من سوء ما بشر بی، از شرم آن چیزی که خبر داده شده بی به او چیز. نکنیم ما امروز که خبر شدیم دختر پیدا شده، اگه در بچه 10 روپه میدادی اینجا 100 روپه بدی، در شیرینی بسیار خوش شد. راستی تا نبگوی. یک روز یک کسی را گفتم بچم داره دخترام داره، برش گفتم، ما گفتم آجی صاحب با کدام چیز خیلی خوش هستی، با دخترایت یا با بچایت؟ او الحمدلله بسیار متدین است، یقینا الله برش در علمش در دینش دیگه اضافه بکنه. گفت موری صاحب در دخترای خود بسیار خوشوقت هستم. ما گفتم خوشوقتی دیگه است، بچه ها خو رفته ماشاءالله معاش وی گپا را براتان آورده رویست، اما پولم در جیب تو داده رویسته. اما تو خبر داری که سرمایه بچه ها خیلی زیاد ارزش داره و خیلی زیاد مهم است، یا سرمایه ای دخترایی که درس قرآن میکنه، ترجمه قرآن میکنه، به مردم قرآن یاد میده، ناظره، تجوید، این درسا را میده. ارزش از این خیلی بسیار زیاد است. اگر تو درک بکنی بدانی یقینا نموتور است. همیشه برای پدر و مادر دعا کی میکنه؟ بسیار دلسوز کیست؟ بچه وقتی زن خود آورد، اگر زن یک کمی پدر کده و با دیانت باشه، خو یک کمی احترام و عزتمندی خشوع داره، یک کمی بروی شوهر خود سعی کده رویسته. اما کی نباشه میگه این تک تک کار چی میکنی؟ زندگی مستقل باید بکنیم. او تک تک کار دور میشه، او طور حالت میمانه. امی بچه‌ت است، دونی حالت رسیده. اما ما باید از قرآن درس بگیریم. من نمیگم که تنها دختر ترجیح بده بسری بچه، نه، دختر بچه را به یک چشم بیبی، عدالت رعایت کو، هر کدامشه مورد عطوفت و مهربانیت قرار بده، طور نکو.
ایمسکو علی هونین که نگاه کنه این همی دختره همی طفله علی هونین به ذلت و رسوایی و شرم عاروننگ ام یدسو یا ایرا دفن کنه گور کنه فی التراب در خاک. الله خبردار ساعه خیلی بد است. بشنوی ساعه خیلی بد است ما یحکمون کدام فیصله را که مشرکین کرده. ملائکه بنات میگه در حالی که و مذکر مؤنث هیچ نیستن. بازو شریک به الله بنات الله میشمارن نعوذ بالله نسبتش به الله میکنه. للذین لا یؤمنون بالآخرة یقینا به کسانی که عقیده به آخرت نداره. مثل السوء صفت خیل یعنی عادت خیلی بد است. در دنیا در جهالت عمر تیر کرده در آخرت نعوذ بالله به عذاب و ذلت مبتلا میشه. کسی که ایمان به آخرت نداره ایمان به آخرت لازمش ایسته که تغییر در زندگی خود آورده. کسی که عقیده داره به قرآن او ایمان آخرتش قوی شده میره و ایمان آخرت انسان وادار به این میسازه که جستجو کنه کدام چیز اسباب نجاتم است کدام چیز سبب بدبختیم است. اگر ما امی قدر احساس داشته باشیم در آخرت یقینا در جستجوی دین خود میگردیم تلاش میکنیم نماز ما درست باشه زندگی ما درست باشه مطابق دین باشه. هر کس خو ایمان به آخرت عقیده ایمان به آخرت ما ضعیف است از همون خاطر دین پیش ما ارزش نداره. در موارد دنیا درهای مختلف میزنیم. من پیشتر گفتم که برای تعلیم انگلیسی و ریاضی بگویه با چند استاد داخله کردیم کورس خوانده رایستیم چرا ارزش داره پیش ما. اما برای آخرت یک دری مسجد نزدیم که ما قرآن یاد بگیریم یا دین خدا بفهمیم. بله کسی که عقیده به آخرت نداره و مثل عادت یا صفت خیلی زشت و بد است. چرا در دنیا به جهالت و بیخبری و غفلت تیر کرد آخرت خو عذاب در دنبالش آمده رایست. ولله المثل الاعلی برای الله مثال اعلی است. مشرکین خو ایمان به آخرت نداره تمام عادات و صفاتشان زشت است غیر معقول است نادرست است نعوذ بالله. ملائکه دخترات تلقی میکنه بازو را بنات الله میگن این کلش غلط و نادرست است. ولله خاص برای الله المثل الاعلی صفات اعلی است. هیچ کس همراه الله دایی شریک نیسته. چرا هیچ وقت ملک برابر به همراه الله شریک به همراه الله دختر نعوذ بالله برای الله شدن نمیتونه که بعضی صفات الله دیده شوه مثل که در اولاد صفات پدر و مادر دیده میشه این طوری نیسته. و هو العزیز الله زبردست ذات است هر ارادش نافذ شده نیسته. الحکیم و حکمت والاست یعنی الله عزیز زبردست ذات است. اگر کسی بد میبره اگر نمیبره الله اولاد دختره برش داده میتونه میده اگر او میده. الحکیم و حکمت والاست. چرا الله متعال به کسی دختر به کسی بچه میده کلش به حکمت است. انسان هیچ وقت ناشکری نکنه مایوس نباشه. تو نگو خیر است که مالی تا دخترها خورد کدام بد است چی. ولو یاخذ الله الناس بظلمهم الله متعال میفرماید الله بسیار حکیم ذات است بنابر حکمتش نمیکنه که زود مردم عذاب بده و از بین ببره. چرا اگر میبرد در روی دنیا بسیار کم مردم باقی میماند اکثریت از بین میرفت. چرا اکثریت مردم چیست مرتکب جنایات و گناه است. اگر الله متعال به هر گناه مردم بگیره کسی هم باقی نمیماند. ولو یاخذ الله الناس بظلمهم اگر میگرفت الله متعال مردم در دنیا به ظلم به گناهشان فورا ورا عذاب میداد ما ترک علیها من دابت نمیگذاشت بالای زمین یک جنبنده را. مراد از دابه نظر به چی حالت سری آیت انسان است چرا که جنایت انسان ها میکنه از او خاطر مراد از پیشش انسان ها باقی نمیمان یا ایست که کل جنبنده ها چرا که کل جنبنده های دیگه برای منفعت انسان است که انسان نباشه هم نیست. ولکن یؤخرهم لیکن الله یارا پشتی سر میگذاره یعنی مهلت میده الی اجل مسمى تا یک تاریخ مقرره که گنجایش توبه به این مردم میسر شود گنجایش تفکر و تأمل میسر شود برای از جا امکانات داده شود که یک کمی به فکر شوند به هوش بیاید. الله اینمی موقع را از این بندگان خود نمیگیره برش میده. فاذا جاء اجلهم زمانی که تاریخ هلاکتشان بیاید لا یستأخرون ساعتا پشتی سر نمیشوه یک ثانیه سکند. اینجا ساعت نیست که 60 دقیقه است. ولا یستقدمون پیشم نمیشه الله حد معین مقرر کرده که دولم وقت یا عذابشان میرسه. و یجعلون لله میگردانه برای الله ما او چیزی را یکرهونه که ناپسند میدانه بد میدانه برای نفسای خود. و تصف السنتهم الکذبه بیان میکنه زبانهای از یا دروغا را ان لهم الحسنا که یقینا برای از یا حسنا خوشحالی و خوبی است. دو مطلب داره
یک مطلب است و تصف السنتهم الكذبه بیان میکنه زبانهای از یا دروغه ان لهم الحسنا که یقینا بر از یا امو چیزی زیباست چیزی که خیر است یعنی بچه ها بر ما هسته دخترها را نمیگیریم الله متعال میگه تو خیر نمیفهمی که در دختر است یا در بچه است